بیشتر مردم ما خانه های خاله ها رفته یک شب خواه رفته می آمدن، خانه های عمه ها می رفتن و این خصلت خوبی مسلمان ها هست. اینا گم نکنید. کسی امکانیت داره، کسی در یک شهر با عمک و تقای و خاله و عمه و اینا یا برادرانش و خواهرانش در یک شهر اگر زندگی میکرده باشد، حتما به زیارت آنها روید. فرزنداتان با آنها علاقمندی داشته باشند، رفت و آمد داشته باشند. این سبب دراز شدن عمر است و سبب مبارک شدن عمر است و فراخ شدن رزق است. اینچنین کودکا باید با فرزندان و اولا تقای و عمک، خاله و عمه و اینچنین با فرزندانشان رفت و آمد دوستی داشته باشند. اگرچه با طریقه تلفن باشد هم